دوستان عزیز سلام علیکم. ماه شریف رمضان مبارک باشد. میخواستم درباره یک موضوع شما را آگاه کنم که مربوط به خرید و فروش ماشین است. چند روز پیش حادثه به میان آمد که از آن سبق گرفتن جایز است. یک دوستم به نزدیکی ماشینش را به یکی از هموطنانمان فروخت. خب البته ماشین نو نبود، ماشین کهنه بود و طبیعی است که نرخش ارزان و خریدار خواهش کرده است که ماشین را یک ماه در نام خودش صاحب ماشین پیشتر نگاه دارد و همون بیمهش را خاموش نکند. خب فروشنده البته به خاطر شاد کردنی خریدارش به این راضی شده است و یک ماه دیگر وقتی که ماشین در دستی علاقه خریداری نو بود، یعنی صاحب نو بود، او ماشین در نام خودش نگاه داشته است و آخر ماه فوریه دوست من از جانب نهاد TLC یک مکتوب میگیرد که در آن نوشته شده است که او را $1,500 جریمه کردند. و البته حیران شد و وقتی که برای فهمیدن حالتی جای داشته به دفتر TLC رفت، معین شد که همون شخصی ماشین خریده ماشین را باز به نفر دیگر داده است، یعنی به اجاره، و اون شخصی اجاره گرفته به خدمت رسانی غیر قانونی تاکسی مشغول شده یک مشتری را از قسمت برایتن بیچ به فرودگاه JFK میبرد. وقتی که مسافر به راننده حق خدمتش را میدهد، علاقه پلیس پنهانی TLC او را بازداشت میکند و برای رسانیدن خدمات غیر قانونی تاکسی او را جریمه میکنند. از بس که راننده تاکسی، یعنی راننده ماشین، شهادتنامه رانندگی نیویورک را نداشته است، یعنی به شهادتنامه رانندگی ماشین را اداره کرده است، او را نیز جریمه میکنند و مبلغ جریمه $1,500. دوستی ما را به آن خاطر جریمه میکنند که وی ماشینش را به نفری داد که او شهادتنامه رانندگی ندارد. وقتی که خوشبختانه دوستم عاجلا توجه کرد به این مسئله و وقتی که به دفتر TLC رفت، با او گفتند که اگر همین حالو جریمه را پرداخت کند، آن $1,500 نه بلکه $500 می شود. خلاصه با پرداخت $500 هم راننده و هم دوستی من که همچون صاحب ماشین در این مسئله معرفی می شد، یک مشکل را حل کردند. اما همین باید گفت که این عمل می توانست پیامدهای سخت‌تر هم داشته باشد. تصور کنید که اگر دوستم نمی دانست که او را جریمه کردند، یعنی آدرسش معین نمی بود و تیکت را نمی دید. در تیکت نوشته شده است که اگر سر وقت جریمه را پرداخت نکند، او را به دادگاه جلب می کند و بعدا این همچون یک جرم جدی به تاریخ سندهای او ثبت می شود. و از این قضیه همین را من تجربه کردم که اگر شما یگان نفر را نمی دانید، ماشینتان به آنها باور نکنید و بخصوص برای آنهایی که شهادتنامه رانندگی ندارند، چون که پیامدهایش می تواند سنگین باشد. و در این حالت باز خوشبختانه جوانی که ماشین اداره می کرد، او خطایش را به گردن گرفت و جریمه صاحب اوله ماشین را پرداخت کرد. تصور کنید که اون جوان به انصاف می بود و همین خیلی گم می شد. خب این حادثه فکر می کنم که برای ما یک درس عبرت می شود و وقتی که یگان چیز را خرید و فروش می کنید، کوشش کنید که همین عملیات شما با پورگی انجام می شود و با فروختن ماشین یا اینکه بخصوص ماشین خود
масъулиятатонро дар рӯи он ба анҷом мерасонед. хуб ба шумо рӯзи хуб. ифтор наздик аст. бароятон барори кор орзу мекунам.